آقای متقی آقای متقی سلام علیکم. آقا ردیف کن ما هم بیایم تو مجلس گلابی بزنیم دیگه. بابا ادا اطوار در نیار دیگه. حالا اینم شده واسه ما شورای نگهبان مرتی که اصولگرای اصلاح طلب نما. ببین من هر جور شده خودمو این تو جا میکنم. حالا ببین سلام علیکم. خیر باشه جناب صمدی. گل و شیرینی آوردی؟ عمو سیبیلو گل و شیرینی که خب قابلتونو نداره. ما برای نماینده مجلس شدن با هنرها دادیم، رجایی ها دادیم، ویلاها دادیم، کنار دریا دادیم. چقدر مردم دار. نمایندگی مجلس کاملا برازنده شونه. خب این حزب کفش ملی رو تازه تأسیس کردی؟ همون وحدت ملی رو دکون جدیدتونه؟ خیر، ما تازه با این اسم مجوز فعالیت گرفتیم. ای ناقلا فهمیدم. پس یه مش پاسدار ماستار چماقدار بودین، حالا دیدین هوا پسه، مثل این یارو ریش بلا تکلیفه گذاشتید یه وحدت ملی هم تنگش صفا سیتی سرندیپیتی. جناب آقای صمدی عرض کنم سیاست حزب ما اینه که از همه نیروهای توانمند نظام استفاده کنیم که بتونیم با وحدت کشور رو از این موقعیت حساس کنونی خارج کنیم. والا آقای وحدتی ما 40 ساله میخوایم از موقعیت حساس کنونی خارج شیم، اما خروجیش وضعیت آشولاش ولایی بوده. نظر شما چیه؟ چجوری میتونیم به این وحدت برسیم؟ والا به نظر من تو این نظام یه مش اراذل و اوباش قالب‌طاق هیچی ندار هستن که بزرگترین مانع وحدتن. باید اینا رو بچپونیشون تو گونی، بندازیشون اون ور تنگه هرمز. ببخشید میشه بپرسم منظور شما چه کسایی هستن؟ همین یارو مقام عظما و روحانی موهانی و خاتمی ماتمی و جنتی لعنتی و رئیسی مئیسی و لاریجانی ماریجانی و تمام این سگ و سیله های امام راحل. ببخشید جناب صمدی عذر میخوام، ولی الان همه گروهایی که دل در گروه نظام دارن خواهان وحدتن. خواهان وحدتن؟ وحدت. بله آقای صمدی. وحدت. بله آقای صمدی. وحدت. خب حالا همه با هم دیگه شونه‌هاشونو به وحدتن. به وحدتن. به وحدتن. بله اله ببخشید سلو الان سلام آقای صمدی. عذر میخوام ظاهرا وسط جلسه مزاحمتون. بله جلسه تشخیص مصلحت نظامه، همه علما هم هستن. صدای چیه میاد؟ صدا آیت الله احمد خاتمیه که با آقای علم الهدی سر یونجه بیشتر دعواشون شده. منم دارم شفاعتشون رو پیش مقام عظما میکنم. خدا خیرتون بده. ظاهرا شما حلال مشکلات همه هستید. بله دیگه، یک عنصر ولایی همیشه حلال مشکلاته، همه چی رو حل میکنه، به خصوص اگه نلوکی باشه میذاره اون لبش راحت میشه حلش کرد. البته بمبیش هم جواب داره، مخصوصا در حزب کفش ملی. آقای صمدی میخواستم در مورد مصاحبه‌ای که به من قولشو دادین و من کارتمو بهتون دادم یه قراری بذاریم. بابا بیا جمع کنین گوساله ها رو. چیکار کنم؟ نه با شما نبودم، با سردار سلامی بودم، گفتم بیاد این بسیجی ها رو جمع کنه. میفرمودین. بله. خب شما کجا راحتین؟ ای بابا همشیره، واسه ما که دیگه جای راحتی نمونده که. بیت ولایت که تحریمه، خلیج فارس که پر ناوه دیگه، جا نیست دیگه، خیابونا هم که همش اختشاش و این چیزاست. یه جا خال داشتیم، اونم خونه امام جواد ظریف تو نیویورک بود که اونم تحریمش کردن دیگه. حالا من یه جایی جور میکنم که شما از تلویزیون دنبال کن. آره من یه جایی جور میکنم شما از تلویزیون دنبال کن. آره. بنده به عنوان یکی از کاندیداهای محترم نمایندگی مجلس به همه اونایی که میگن ناو میگیریم، نمیدونم پهباد میترکونیم و عملیات تروریستی میکنیم و اینا، میخوام بگم این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. من خودم آخر تروریستام، از همه حمله های تروریستی هم خبر دارم، اما این سری فیزگول همه واویلاست. بی خودم این 8 سال دفاع مقدس رو به رخ من نکشید. خود بنده اون موقع تو خط مقدم کمک آرپیجی زن بودم، یعنی کنار آرپیجی زن میشستم، هر وقت به هدف نمیخورد میگفتم زرشک کشک. اون تا این حد. حالا این داستانی که من دارم. سلام علیکم. نگاه میکنی؟ نگاه داره؟ مقام عظما چند تا پا داره؟ آقای صمدی این روزا خیلی سر و صدا کردی. خیلی.
آقا ما سر صدا نکردیم که. سر و صدا میخوای برو تو خیابونا اقوام نسبی و سببی مقام عظما رو تیک میزنن، بعد حالا شما به ما میگی؟ ما فقط میخواستیم نماینده مجلس بشیم که انتخابات پرشوری داشته باشیم. شما تو رسانه ها اعلام کردی که از برنامه حمله تروریستی با خبر بودی. کی؟ من؟ اینو میگی؟ خب این مال حمله تروریستی به فرانسه هستیه. وزارتی‌ها و اطلاعاتی‌ها و امنیتی‌ها که همه میدونستن. اسدالله هنوز تو هلفدونیه. یعنی تو با چشم خودت دیدیش؟ کی رو؟ بمبگذارو. اسدالله اسدی رو میگی؟ اون که اصلا گاو پیشونی سفیده که من خودم بمبا رو براش جاساز کردم. تازه خیلی دیگه شون من میشناسم. چند تا تصویر بهت نشون میدم شناساییش کن. این که جواد هانیکوه بابا، تو بمبگذاری آرژانتین با هم بودیم. آره. مهدی خلوچ از بچه هشت و شعبیه، تو حمله هوایی کشمات شد. بیلی بیلی. سید حسن نصرالله، این یک بیشرف پفک نمکی خیلی دوست داره. سلام علیکم. یعنی رد صلاحیت شدیم؟ بله دیگه، همون بهتر. البته تو این شرایط خود مقام عظما هم دنبال اینه که رد صلاحیتش کنن فلنگو ببنده. تازه ما رو با این همه سوابقمون رد صلاحیت کردن. مقام عظما که روزخون دوزاری هم بیشتر نبوده. سوابقتون همین سوابق علمی دانشگاهیتون رو میفرمایید دیگه، درسته؟ بله، بنده در معتبرترین دانشگاه کشور کلی به اصلاح طلبا کمک کردم. خودم با هم میزنم، قول میدم آقا. خودم میزنم آقا. احسنت. اتفاقا تأکید من همیشه بر استفاده از نیروهای تازه نفس انقلابی بوده. آقا نیروهای تازه نفس کجا بود؟ الان همه از نفس افتادیم. به خاطر همینم بنده به صرافت افتادم که بیخیال مجلس بشم، تا تحریم نشدم برم اونور آب یه نفسی تازه کنم. با یاد و نام امام راحل و مقام عظمای ببخشید، تو روح مقام عظما و امام راحل من میخواستم بگم که با توجه به شرایط منطقه و اوضاع احوال بین المللی، ما هرچی منبر و گریه کن داشتیم گذاشتیم، حب جیم هم انداختیم بالا، اومدیم این ور آب یه خورده شادش کنیم. بله، یادم اون موقع ظریف سر برجام خیلی شاد بود، اومده بود تو مجلس با دمش گردو میشکست، میگفت حالا یارم بیاد دلدارم بیاد. آمریکا هم گفت تحریمت کنم، بگو ننت بیاد، بگو بابات بیاد، حالا بزنه دست قشنگه رو. Sevildik alıştık ve ayrıldık.